امیدوارم با عملکرد غلط ما مسلمان ها دوباره یک تأخیری در تقدیر ظهور اتفاق نیفته. اول مقابله با دشمن درون و شناختش. اول شناخت دشمن، نفس، بازی‌های نفس، شیاطین، جریانات شیاطین که بشناسم، تبیین بشود ابتدا. اگر به خوشپوشی، خوشخوری، خوشخوابی، راحت طلبی عادت کرده یک کاری باش بکنین و الا همین ماشینتون باعث میشه مقابل امام زمان وایسی. این موبایل تو دستتون، این موبایل باید بسامش کنار. چرا؟ به چه منطقی؟ چه اشکال داره؟ من توش میرم سایت های مثلا مذهبی، وقتی که آدم میخواد زیر بار نره که نمیگه چون من آدم بدیم، 1001 دلیل میتراشه. کسی که بخواد راه خیر رو بره 1000 دلیل براش جور میکنه که راه خیر را بره، و کسی که نخواد راه خیر رو بره 1000 دلیل پیدا میکنه که توجیه کنه که اون راه بده. نفس اینه دیگه. من که نمیگم ما آدم بدیم، من تو داری اشتباه میری، تو بدی، نه که من کذابم. میگه تو کذابی. فستعلمون من الکذاب الاشر. الان شما فکر میگه اسرائیل چی میگه؟ میگه خفاشان خوناشام اسرائیلی رفتن مثلا پاکان اولیاء خدا رو کشتن. میگه عده شرور پلید نمیدونم تروریست رو ما به درک فرستادیم. میگه یا نه؟ اونا هم که اونجا به درک میرن میگه شهدای مثلا راه خدا. رابطه نمیگه دیگه. دوم مقابله با نفس. چون اگه مقابله با نفس نکنه آدم، یا اصلا مقابله با طاغوت بیرونی نخواهد کرد، یا تا جایی مقابله با طاغوت بیرونی میکنه که به ضرر نفسش تمام نشه. چون محورش این بود، همون که حضرت ابا عبدالله فرمودن اگه امام حسین بیاد و مشکلی نداشته باشه، البته امام حسین ترجیح میدن بر یزید، ولی بیاد درد سر بخواد درست کنه، نه دیگه. خوشخوری، خوشبوشی، عادت به لذت جویی، رفاه طلبی. حالا باز نگه این آدم داره ما رو مثلا به سمت مثلا آدم‌های اولیه میبره. اینا عادت قلبیه. توجه فرمودین؟ ممکن من همین یه دونه عمامه دارم ولی خیلی بهش کیف میکنم. عجب پارچه‌ای داره، چقدر مثلا سفیده، چقدر حب جمع، این میل به رفاه، میل. طبیعتاً آدم بخواد این میل رو در خودش از بین ببره باید یکم تمرین عملی هم بکنه دیگه. این تمرین‌های عملیش بعضی وقتا عدم استفاده است، بعضی وقتا به استفاده رساندنه. این انفاق یک تمرین عملیه. خودتون ببینید وقتایی که یک انفاق درست کردیم، یه پول حسابی دادی، چه حسی پیدا کرد؟ یه چیزی که دوست داشتین ازش گذشتی. حیف که ما انقدر به روحمون لذت ندادیم که اصلا فراموش کردیم لذت روحی یعنی چی. خوب میفهمیم چلو کباب چیه، آب دهنمون را میفته، ولی ایثار چیه؟ چیه ایثار؟ چه حسی ایجاد میکنه؟ نمیدونیم. حیف. خدا مثل بعضیا به ما هم بچشونه و بفهماند که اصل وجود ما و گوهر یک دانه عالم روح انسانه و بیشترین ارزش رو اون داره و بیشترین لذت ها مال ایشونه. تا از غلطیدن تو خاک بیشترین لذت را نبره.